اگر بخواهی که در نظر خدا، در نظر خلق خدا عزیز شوی، محترم شوی، امروز در فکر خیانت همدیگر نباش، در فکر ضرر و زیان همدیگر نباش. یگان انسان به چشم بد نگاه نکو برادر بزرگوار. هر کسی را اگر تو بد میبینی، این را انیق بدان که وی بنده الله رب العالمین است. این را انیق بدان که شخصیت را بدبینی داری که خیلی صاحب بزرگواری دارد الله رب العالمین. خیلی گناه بزرگ داری. اگر بتوانی دل به دست آر که حج اکبر است. از هزاران کعبه یک دل بهتر است. کعبه بنیادی خلیل آذر است. دل نظرگاهی جلیل اکبر است. اگر بتوانی دل یک بنده خدا را به دست بیار، خرسند کن، شاد کن، در خلق خدا خدمت کن. اگر از دست نمی آید ضرر و زیان ندی، بد نبین، آزار ندی، سخنی بد نگو، غیبت نداشته باش، منت نکن.